El Museo de los Hermanos Omitbar está ubicado en el complejo cultural e histórico de Saadabad y está dedicado a los viajes de aventura de Isa y Abdullah Omitbar, los primeros exploradores iraníes. Este museo exhibe objetos valiosos y documentos de sus viajes, permitiendo a los visitantes conocer diversas culturales y estilos de vida alrededor del mundo. ایران دوستان عزیز، در نخستین روز نوروز باستانی 1404 اومدیم به کاخ سعدآباد و موزه برادران امیدوار. برادران و ایران دوستانی که نام ایران رو در دنیا طنین انداز کردن، جهانگردانی که الان اسامیشون به عنوان شهروندان جهانی در سازمان ملل ثبت شده، به عنوان 50 شهروند جهانی، کسانی که کار بزرگی کردن در دهه 30 با مطالعاتی که انجام دادن، سفرهای ایرانگردی خودشون رو با دوچرخه در قالب گروه‌های دوچرخه سواری شروع کردن و در نهایت با پژوهشی که داشتن حرکت کردن به سمت استرالیا و در نهایت این دو برادر عزیز 7 قاره رو پیمودن، آمازون رفتن، استرالیا رفتن و قطب جنوب رفتن و خیلی از اتفاقات خاص و رقم زدن و سفرنامه این دو برادر میتونه یه سمبل و یه سرمشقی باشه برای کسایی که علاقمند هستن به جهانگردی و پیام این دو برادر در همه جا طنین انداز شده، همه متفاوت، همه خویشاوند و پیام صلح و دوستی رو برای جامعه بشریت داشتن. متاسفانه یکی از برادرها عیسی امیدوار در شیلی فوت شدن چند سال پیش در دوران کرونا و ما همین الان ثروتی به نام عبدالله امیدوار داریم که امیدوارم به موزه برادران امیدوار بیاید. ایشونو هر هفته یک شنبه اول هر هفته میتونید ببینید و از میراث جهانی برادران امیدوار در مجموعه سعدآباد لذت ببرید.